کجایی تو؟ آقای باقری زنگ زد گفت سریع بری پیشش. چی کار داره باز؟ گفته بری پیشش. وزارت کشور اول خرداد اسامی نامزدهای انتخابات 11 دوره ریاست جمهوری را اعلام می‌کند. نه بابا این حرفا چیه؟ آخه اصلا بحث این حرفا نیست. تو جیب شما رفته باشه انگار تو جیب ما رفته. آخه چیزی نمیشه. همش 340-50 تا سکه است دیگه. حالا شما بگو. بله. بله. شما خیالت راحت باشه. هیچ اسمی از شما نیست. بله. سری نردش کن. بله بله. بله. شما خیالت راحت باشه. نه دیگه با من نویدم. این اسمی که بابای خدا بیامرزم مامانم رو گذاشتن. نوید یعنی مژده، یعنی پیغام خوش، یعنی چیزی که موجب شادی. از بچگی یاد گرفتم رو پای خودم بایستم و بجنگم. اصلا کار اصلی من جنگ با شرایط و روزگار و آدمای نامرد. برای خودم یه سری اصول دارم که نمیذارم کسی بذارتشون زیر پاش. از هیچی هم ابایی ندارم. باید حقم از این دنیا بگیرم و بالاخره میگیرم. 26 سالمه ولی انگار 260 سالم. شماره 230 به واجبه 3 موجودی نداره. یعنی شمال بازارم کسری داره برگشت بزنه؟ نه بدون این زنگ بزن. بفرم. کسری داره. نه چکه موجودی نداره. ای باقری برگشت بزنم یا نه؟ نقدش کنم. تو حسابش پول نیست. چطور نقدش کنم؟ میشناسم آقای سماواتی رو ولی شما زنگ بزنید که خیلی بهتره که آقا. بله. بله بله. باشه چشم. خداحافظ. حامد چی میگه این باقری؟ چک زده بیارم بانک نقد کنم تو حساب طرف پول نیست. میگه برو پیشش انقدر وایسه تا نقدش کنی. مگه من شرخرم؟ عجب آدمیا. من نمیدونم این مبلغ بابت چیه، نه به من مربوطه. چی میگی؟ تو هر غلطی میخواد بکنه. این چیه؟ چکه دیگه. کور که نیستم دارم میبینم چکه. مگه قرار نبود بشینی نقدش کنی بعد بیای؟ من به شما گفتم زنگ. تو گو خوردی گفتی. مگه اصلا تو باید بگی. اینجا من میگم تو میگی چشم. الان این چکو برمی‌داری میبری اونجا میشینی نقدش میکنی بعد میای. این نقد نشه من حقوق توی چلغوزه از کجا بیارم بدم؟ او با تو هم چکو برده برو. ارزه چک نقد کردن نداری گوه میخوری میای سر کار. بدبخت. درست صحبت کن. خفه شو بابا جوری صحبت میکنم که لیاقت تو وزگل. من دیگه چی میگم شما کش. مثلا چه غلطی میخوای بکنی؟ من عصبانی نیستم. من شرخرت نیستم بکن تو کلت. پس چه گویی هستی؟ منو نگاه کن. پس چه گویی هستی تو؟ قرصی. فکر نکن نمیفهمم صبح تا شب داری قرص میندازه بالا نشه میکنی ها. وردا اینو. عصبانی نیستم. من نمیدونم ننه بابای اموالت چی یادت دادم. مفنگی. عصبانی نیستم. من اصلا آدم عصبی نیستم. یعنی نمیخوام باشم. اینو دکتر بهم گفته هی تلقین کنم تا یه وقت کار دست خودم ندم. ولی نمیشه. بعضی اوقات لازمه. اونم وقتی که مجبوری از خودت دفاع کنی. ولی دکتر بهم میگه من میتونم خودم رو کنترل کنم. نمیدونم چرا الان نشد. شده به این همون روز اولی که رفتم پیش دکتر. آی دکتر من گیجم، بیقرارم. حس میکنم عقبم. نمیدونم حس چجوری بهم حس آویزونی، بدبختی. میفهمی چی میگم؟ من دوست دارم ریتم زندگیم سریعتر بشه، تندتر پیش بره. سنم داره میره بالا ولی هیچ اتفاقی نمیفته. چی شد فکر کردی بیای دکتر؟
من اتفاقی رد میشدم تابلوتون رو دیدم، بعد یه حسی بهم گفت بیام، نمیدونم یهو شد. فکر میکنم میتونید بهم کمک کنید. از کی این حسو داری؟ چند وقت اینجوری هستی؟ من خیلی وقته، ولی خب تو این 3-4 سال بیشتر شده. من خودتو سانسور نکن، همه چی رو بگو. من الان شاید درست نباشه گفتنش، من دوست دارم بعضی موقع کله یه آدمی بگیرم بکوبمش. نمیفهمم دست خودم میکنم، یه سری تصاویر هجوم میارن تو ذهنم که واقعا میبینم که میزنم یه آدمو. کسی رو تا حالا اینجوری زدی؟ کله کسی رو هم کندی؟ کله که نه این شکل، بیشتر این شکل نه، ولی من هیچی تو دلم نیست، یه واکنش تو لحظه اتفاق میفته و مثلا من بیزارم از بوق زدن. داریم چراغ قرمزه، بوق چی رو میزنی؟ چراغ قرمزه، این چراغ باید سبز بشه که تو حرکت بکنی. بوق بوق بوق، با بوق زدن هیچ اتفاقی نمیفته. احمق زنش کنارش نشسته داره دائم بوق میزنه که مثلا چراغ سبز بشه. این آدم باید بگیری بزنیش. کسی که نمیفهمه این بوقو نذاشتن برای اینکه بری رو مغز آدم، رو اعصاب مردم، باید بگیری بزن. من اصلا به این نتیجه رسیدم یه آدمو باید زد. بس دیگه چقدر بوق میزنی؟ شما جای من بودی نمیزدی؟ معلومه که باید میزدم، معلومه که اون بی شرفو باید میزدم. ما نشستیم توی جمعی داریم حرف میزنیم با دوستان، بحث سیاسی میکنیم. یکی از دوستای من میاد از یه سیاستمدار بی ارزش دفاع میکنه، تعریف اون آدم میکنه. حالا اون سیاستمدار نه دوست منه، نه فامیل منه، نه فامیل اونه. من کلافه میشم، من عصبانی میشم، زر مخ وقتی میزنه درباره آدمی که شناخت نداره ازش. دوست دارم بپرم خفش کنم، بگم خفه شو، لال شو، خفه شو. وقتی نمیفهمی حرف مفت نزن، اون زبونشو بکشم بیرون، لال بشه تا دیگه در اون کلهشو بذارم زیر پا داغ میکنم. من چی شد؟ چی الان؟ چرا اینجوری منو نگاه میکنی؟ فکر میکنی من دیوونم؟ از من نباید میگفتم. فکر میکنی من دیوونم؟ من دلم به حال خودم میسوزه، دلم به حال این مردم میسوزه. ببین این تو نیستی که تعیین میکنی که مستحق کتک خوردن. تو یه سری حقوق شهروندی داری که اگه داره پایمال میشه راهش این نیست که بقیه رو بزنی. هر وقت دیدی داری عصبانی میشی آروم زیر لب بگو عصبانی نیستم. یه قرصم برات مینویسم روزی 3 دفعه بخور آرومت میکنه. از همون روز شروع کردم به خوردن قرصا. قرصای دکتر واقعا معجزه کرد و حالمو خوب کرد. هر وقت قرص میخورم ریلکس میشم و همه بدبختیامو فراموش میکنم. قرص که میخورم اصلا میشم یه آدم دیگه، خوب، مهربون، اونجور که میخوام دنیا رو میبینم. ولی من به دکتر یه دروغ گفتم. تابلوش نبود که منو رسوند به اون. این وحید بود که گفت برو پیشش آرومت میکنه. وحید تارانتینو هم خونه ایمه. 3 سالی است که با همین تو استودیو اون زندگی میکنیم که مدت هاست تعطیل و شده خونه ای ما. اثر قرص هست ها. همچه انرژی کم میکنه. خودش قبول داری الان همه قرص میزنن؟ هر کی هم که میگه نه خودش دروغ میگه دیگه. نزن رضا، آدم عاقل و کامل پیدا نمیشه. من نمیدونم تو چرا خودتو ول کردی ها؟ تو هم مثل ما تحت درمون باش، بذار کنترل شی، حال میده ها. نزن رضا، آروم ریلکس میشی. من که کلن شد چی ها، همچین یه ملو تو باغ میمونی. بابا چیه به خدا این زندگی؟ نزن رضا، یکی بگیره جلومو، نزن رضا، یکی بگیره جلومو. من و وحید یه همخونه ای دیگه هم داریم، رضا بندر. 1 سال میشه از بندر اومده تهران که با وحید بند رو بندازن. دفنه رو پسند بده، قیافه خوشگلم خودت گرفته. یه الان همه واسه ما بند دارن، انگار موده. عین لید زپلین و جترو تال که مد شد، ولی به جز آهنگ خوشگلاشون هیچکی نمیتونست چیز دیگه ای ازشون گوش کنه. این جماعت مثلا ما از همه چی خفنش رو جدا میکنیم، فکر نمیکنن که این انسانیت رو زیر سوال میبره. خیلی سال پیش خفنا اومدن و رفتن. دهه 60 بیتلز و مودی بلوز و رولینگ استونز. دهه 70 هم که برای بحث پروگرسیو اومدن ترکوندن.
الان دیگه کی جای ELP و یس و جنسیس و کینگ کریمسون و زاپا رو میگیره همون؟ موضوع اینه که اینا موزیکو نشناخته میان مدرنش کنن. آخه درختی رو که ریشه نداره تو کره ما بکاری که کار خفنی نکردی. پیتر گبریل ممکنه هنچری گرفتن بلد نباشه ولی بلد موزیک خوب تولید کنه. ما دوره‌ای به دنیا اومدی که آواره ایده های خوبمون شدیم. الان به جز چند تا اینجا همه دارن کار خال میکنن. مردم هم راضی. دیگه اون اتفاق قشنگه تو اینجا نمیفته. ما شیمیایی این اجتماع شدیم. نهایتش چیه؟ این که بری خال بزنی تا اینکه ویترین هنری حفظ بشه. بعدش هم احساس از خود گذشتگی کنی، بعدش هم مردم بیان بگن آخه به خاطر زندگی دیگه باید پول دراره دیگه. ای خالتونو گاو. آره هنر دیسیپلین میخواد. باید ریشه ها رو بشناسی بعد بشکنیش. اگه اینطوری بود یه عده واسه ما نمیشدن شاخ ما بشیم مایه ننگ اجتماع. ولی بالاخره یه روز میشه که همشون باید به من احترام بذارن. اینا فکر میکنن که چون معروفن و سلیبریتیان و پول سازن شاششون بو دیور میده، شاش ما بو بول. من اگه میخواستم یه همچین انی بشم تا حالا شده بودم. اما من خودمو نفروختم. من هنوز نابم. هنوز زلال. کی باورش میشه من 27 سالمه؟ جواب 8 سالی رو که به من رفت کی میده؟ 8 سال نتونستم کار کنم. 8 سال. خدای این حالمو نگیر. زن نمیتونه وطن باشه برات، شعرهای عاشقانه نجسن، کردهای شاعر صخره پریش اکثرا به این نتیجه میرسن غربت اینجاست همون جوری که هست، حتی پر رنگتر و غلیظتر. منم اینجا مثل ثابت. اسمش احمده، خیلی ترسوه. اون از اول انقدر ترسو نبود، ترسو شد. نه بعد از ماجرای برادرش کلن عوض شد و شدی احمده دیگه. ولی احمدی که هنوز با معرفته. تقصیر خودته. آدم عاقل سابکارشو میزنه. من چطوری برم بگم پول تو رو بده؟ تو مگه با اون پسر حسابداریش رفیق نیستی؟ یه کار ازت خواستم. حداقل وا میسادی ته ما بشه بعد میزدیش. بابا اینا همه جا آدم دارن. میدونی اگه لط بده چی میشه؟ چیکار کردم مگه؟ تو هنوز داغی. اصلا خودت میفهمی داری چیکار میکنی؟ اون از درس خوندنت اینم از این. نمیفهمم تو واسه چیه مردم دل میسوزونی؟ کدوم یکی از اونایی که به خاطرشون ستاره دار شدی اومدن بگن نوید مردی زنده ای هستی نیستی؟ کجا؟ یه دقیقه اومدم آروم شم. حالم به هم میخوره از این اخلاقت. تو دانشگاه نمیگم شاگرد اول بودم ولی نمره‌ام همیشه خوب بود. ولی نشد دیگه. نشد. اونی که برام مهمه اینه که قلب من تو دانشگاه است. اون ستاره است. ستاره‌ای که دانشگاه بهم داد. به قول مرحوم دکتر شریعتی او علی حاکمی بود که بر پهنه‌های بزرگی در آفریقا حکم می‌راند، اما زندان سیاسی نداشت، حتی یک زندانی سیاسی. ببخشید شما الان نیم ساعته دارین از اینا هم فکت میارین. خب چرا حرف خودتون رو بدون واسطه نمیزنین؟ اصلا این تو جامعه ما باب شده. هر کی میخواد بگه دارم حرف مهمی میزنم خودشو پشت اسمای بزرگ قایم میکنه. چرا این جسارت داره بین ما از بین میره که آدمو خودشون صریح حرف خودشونو بزنن بی هیچ واسطه‌ای؟ یه سری کتاب گذاشتین جلوتون دارین از روش میخونین. خب این کاری که ما تو خونمون میتونستیم بکنیم، فقط وقت کلاسو گرفتیم. ببخشید استاد من وقت کلاس گرفتم؟
من شریعتی فکت نرم از کی بیارم؟ مگه میشه شریعتی حذف کرد؟ من گفتم شریعتی رو حذف کنین. چرا حرف منو برمیگردونید؟ با حرف شریعتی مشکل داری؟ من با حرفای شریعتی مشکلی ندارم. با شما هم نمیخوام مخالفت کنم. حرف منو اینطوری نچرخونین. شما میفهمین من چی دارم میگم. میگم قرار بوده بحث کلاسی کنیم. قرار بوده شما نظر خودتون رو بگین، نه هی نقل قول کنین. چند صفحه کتاب برای ما خوندین. هی دارین از آدمای مختلف فقط فکت میارین. خب نظر خودتون هم بگین دیگه که بشه روش بحث کرد. فکر نمی‌کنین این یه جور مصادره به نفع خود کردن افراد برای رسیدن به مقصده؟ همین. ببخشید. فیلم رنگ پاشی شاگرد اول دانشگاه روی ماشین استاد. یا کن ادعای فرهنگشون میشه، ادعای سوادشون میشه. هیچی بطریش هم انداخت تو جو. چجوری پاکش کنه دکتر؟ گفتی چند تا کتاب از شریعتی خوندی؟ شریعتی تو باور کنم یا این کاراتو؟ چند؟ چی چند؟ چنده این مزنه بازار آدم فروشی چنده؟ این فروشی نیست، یادگاریه. چیه؟ یادگاریه. الان گیرت با من چیه؟ من گیری با تو ندارم. خب اینم دیلیت کردم. بده ببینم. ولی اونجوری دیگه تو کلاس شعار نده بعد رو ماشین مردم رنگ بپاشی. باش بده ببینم دیلیت کردی یا نه. ببینم دیلیت کردی یا نه دیگه. آدم رو ماشین و دکتر قلابی رنگ بپاشی خیلی بهتر از اینکه یواشکی که وایسه تو خیابون از مردم فیلم بگیره. خداحافظ. ببین اون شماره برای سیوش کن قبل 12 اسم. نگاش کن. جون بذار بخور. نبید بذار بخوره. بشی بو همتا مار بو همتا خوابگاه درس بخوانی. آخرش چی؟ هیچ. تموم میشیم میریم پی کارش. ولی بعضی آدم ها هیچ وقت تموم نمیشن. ولی مصدق تموم میشن. چرا هر وقت اسم دکتر مصدق و دکتر فاطمی میاد من 8 و 6 جمع میشه؟ تا تاریخ هست مصدق اساساً تو ذهن همه ما هست. یا اصلا گاندی. مگه این مرد تموم میشه؟ من و تو چی؟ من و تو چی؟ ما هم تموم میشیم؟ تموم هم میشیم. عشقمون هم تموم میشه؟ کجایی؟ پیش تو. خودت پیش منی. فکر کجاست؟ پیش تو. پکری؟ نه. پنچری؟ نه. خوبی؟ نه امروز همه چی نست. مرسی قربونت. منم خوبم. امتحانم خوب شد. تو که همیشه خوبی. منم که بدم. تو که ماهی. شم بخریم. بریم کافه بشینیم بعد دیگه. کافه چیه؟ شم بخریم. دلم گرفته. قربون دلت برم. اینجوری میگی دلم گرفته. من میتونم بگم نه. نوید من حالم خیلی خوب نیست. مثل من چی شده؟ یه چیزی میگم. قول بده کولی بازی در نیاری. بی خودی هم فکرای بد نکنی. نخوره. قول. بابا یه چیزایی میگه.
میگه تو و نوید نمیخواین با هم زندگی کنین، اگه میخواستین تا حالا یه فکری کرده بودین. میگه دیگه سنتون سن دوست دختر دوست پسر بازی نیست، تو هم 1 سال از نوید بزرگتری. حال خوبی نیست دیگه، هی میپرسه چی کار میخوایم کنیم، برنامه‌تون چیه؟ چیه؟ برنامه چیه؟ من اصلا کاری به بابات ندارم. حرف تو چی این وسط؟ نوید حرف من که معلومه چیه. اون نگرانه. خب اگه مامانم زنده بود همه چی فرق می‌کرد. تکلیف ما معلومه دیگه. تکلیفمون برای خودمون معلومه، برای اونم باید معلوم شه. چی باید بگم؟ بگو میخوای منو. میخوای منو؟ بگو میخوای منو. میخوامت. بگو دوستم داری. دوستت دارم. بگو عاشقم. عاشقتم. بگو دیوونمی. دیوونتم. بگو میمیری برام. میمیرم برات، خارتم، سگتم. داد بزن. باید برم با باباش حرف بزنم. بهش چی بگم؟ بگم ندارم؟ بگم چی کارم؟ ای گفت کجا کار میکنی؟ ای گفت میخوای دستشو بگیری ببری کجا؟ پول مول چقدر داری؟ چرا اینجوری شدم؟ چرا یهو دلم خالی شد؟ ولی بهترین جواب اینه. الان حس میکنم همه چی خوب میشه، همه چی درست میشه. دیر و زود داره ولی درست میشه. چیزی نیست تو این دنیا که درست نشده باشه. منم میرم پیشش، اونم بالاخره آدمی داره، تو همین مملکت زندگی میکنه، باش حرف میزنم. الکی از چی میترسم؟ باید آروم باشم و خودم رو کنترل کنم. با تو فردا بی تو هرگز نه به رنگ نه به نور نه به تاریکی شب‌های بلند، با تو تنها بی تو اما بی تو هرگز نتوان زیست در این شهر غریب. آقا نوید چطوره؟ خوبم. خوبی؟ نمیای شام؟ وحید بهتره؟ وحیدم خوبه، نشسته داره موزیک میزنه. بابا این قاطی کرده، از صبح تا داره یه تک میخونه، خسته شدم دیگه دستش. خداییش امروز میخواستم بگیرم مفنگه رو بزنمش. چیه باید پاشین 4 ماه قراردادمون مونده. تاش میدونستم هممون میفتیم به کارتون خالی. زر میزنی اما این خونه روح داره، خداییش خراب کردنش حکم قتل عمده. تو زر مفت میزنی. گفتم هم بکش برو میراث فرهنگی نشستی فقط داری حرف میزنی. سند عمتو میبردم میراث فرهنگی، اصلا من اینجا نشستم، اگه میخوان بیرونم کنن بیان بیرونم کنن. آره رضا بهت گفت میخوایم کنسرت بدیم. مجوز نمیدن که. میدن. نمیدن. میدن. آقا به شما و بند شما نمیدن. میگیرم. میگه میگیرم. به تو کارتو مجوز نمیدن. میگیرم. نمیدن. مجوز نمیدن. حالا چیه با من مجوز میدن نمیدن راه انداختی؟ من دارم تو اون میدم بایدم مجوز بگیرم دیگه. بس نمیخوام خفه باشم. 8 سال خفه موندم آلبوم دادن، 8 سال خفه موندم پول ساختن، دیگه نمیخوام خفه باشم. من نشستم 8 سال گفتم نمیخواد، واسه فکر کردم مجوز بگیرم. الان قضیه فرق کرده. میخوام کنسرت بدم، مجوزشو میگیرم، کنسرتم هم میذارم. فهمیدی؟ میرم پیش بابای ستاره، باش آروم و منطقی حرف بزنم. دیگه چی میخواد بگی؟ نباید به دلم بد را بدم. محل کار بابای ستاره تو همین بازار مبله.
آقای جوادی خیلی آدم خوبیه. تو اینجا چیکار میکنی؟ ستاره گفتم. ستاره غلط کرد با تو، برو بیرون. درست صحبت کنم، برو بیرون. چی شده الان؟ زنگ میزنم پلیس بفهمیم چی شده. آقای جوادی دستتو بکش بیرون. بعد خودم کنترل کنم، قاطی نکنم. مثلا عصبانی نیستم. چمه من خوبم دیگه. نباید قاطی کنم. اسکلت تماما چوبه، فوم سر توش کار شده، جنس ترک اعلی. سلام. آقا نوید گل از این طرفا. برو بشین، الان میام پیش. حالا اینا واقعا ترکه؟ خانم الان همه چی چینیه. من خودم هم چینی ام. 5 سالم ضمانت داره. یعنی مطمئنم. نوید جان اونجا نشین. بعدی. مهم اینه که جنستون اورجیناله. مطمئنا جنسی که دارید میبرید خیالتون رو برای 5 سال تضمین میده. بله. سلام آقا نوید گل. بشین. اوضاع چطوره؟ خدا رو شکر بد نیست. کردستان نرفتی پیش مامان؟ نه اصلا فرصت نمیکنم. مادر چی؟ ایشون نمیان؟ مامان مریضن نمیتونن راه برن. آخه ولی من جات بودم میرفتم همون کردستان. والا چیه همتون چسبیدیم به این شهر؟ دیشب داشتم به ستاره میگفتم. گفتم ای کاش ما هم میفروختیم میرفتیم جایی شمالی جای آدم بره نفس بکشه. آقا مخلصیم. حاج آقا چاکری. از اون خرفول هستم. نوید جان خوب کردی اومدی. 4 کلام حرف جدی دارم باهات. در خدمت. ببین نوید جان تو جای پسر نداشتنی. مخلصم. خودت میدونی فکر ذکر من خوشبختی ستاره است. 4 سال پیش سر اون ماجرای دوستتون میدونی چقدر اذیت شد. من نگرانشم. اونم تو این تحریم و گرونی و برای حق با شماست. خب برنامه‌تون چیه؟ حالا ما دیگه اگه خدا بخواد می‌خوایم شروع کنیم. یواش. چه طرز بردنه؟ اونطوری ببرین که تا پایینی چی ازش نمیمونه. این خواهشی ازت چون میدونم ستاره رو دوست داری این خواهش رو ازت دارم. خوشبختی شد. ستاره رو دوست داری دیگه؟ بله. اگه واقعا ستاره رو دوست داری بذار بره برای خودش خوشبخت شد. اگه واقعا ستاره رو دوست نداری پس ولش کن بذار بره خوشبخت شد. آقا مخلصم. ارادت. من اصلا متوجه منظورتون نمیشه. بیشرف هم میدونم ولی من فقط همین یه دونه دختر رو دارم. 15 سال بی مادر بزرگش کردم. نوید جان منو که میبینی الان بالای 50 سالمه. چی دارم؟ بعد 23 سال شاگردی اینجا مگه چقدر بهم میدن؟ خونم که میدونی اجاره ایه. خدا رو شکر بعضم خوبه، دستم به دهنم میرسه. ولی اگه یه روز کار نکنم مثل این عمل بناها لنگم. بعد تو میخوای یه زندگی رو از صفر شروع کنی؟ اونم تو این گرونی؟ همین مبلی که روش نشستی فکر میکنی چند شده؟ چقدر میخوای کار کنی که پول همین مبلی که الان هم قیمت یه پراید شده رو در بیاری؟ پراید یه ما پیشا فکر نکن 4 سال گذشته. 4 سال یه عمره که گذشته. من که میدونم تاش میخوای دست دخترمو بگیری ببری تو همون دخمه 24 ساعت کار بکنین، صبح تا شب، شب تا صبح کشی که مثلا هم دیگه رو دوست دارین. آقای جوادی مثل اینکه من و ستاره با هم نامزدیم. خب به همش میزنیم. این همه عقد به هم خورده اونم با چند تا بچه. این که یه نامزدی آقا جوادی معذرت میخوام. چشش اومدم. این کارگرا واردن یه موقع تا اونجا میرن خدمت نندازن اینا رو. من کارگرشم. من اصلا خاک پای شما. شما فکر می‌کنید من همینجوری ول میکنم برن؟ نه بابا من تا اینا رو تا پشت وانت اسکورت نکنم نچینم تو آپارتمان ولکن نیستم که. یه دقیقه بیا بریم. اصلا ازدواج تو ستاره اشتباهه. اگه می‌بینی من تا الان چیزی نگفتم به خاطر وضع روحی ستاره بود که اون موقع اصلا به صلاح نبود. مدام راه‌ها رو می‌بندن، از اینجا برو از اونجا برو.
بعدش هم من اصلا نگران خودتم. تو چرا باید خودتو بدبخت کنی پای ستاره؟ نمیخواد جوونی لذت ببری؟ تو خودت بعد 2-3 سال از این زندگی کارگری میبری. ماشین داری، خونه داری، ویلا داری، چه میدونم ارث میراث قلمبه داری. برو کنار دیگه. بابای خود من با 10 تومن رفت ازدواج کرد. الان با 200 میلیون هم نمیشه رفت زن گرفت. تو چرا باید بدبخت بشی برای ستاره؟ من یه روز به مادرم گفتم عزیز زن میخوام. 3 ماه بعد با خدا بیامرز خانومم تو خونه نشسته بود. اصلا من نگران خودتم. ولش کن بذار بدم با یه دمکلوف بره زندگیشو بکنه. خودم یه کار برات جور میکنم. اصلا تو خودت هم بایستی با یه دختر پولدار ازدواج کنی. الان دیگه ازدواج مثل دوران ما نیست که حتما باید یه طرف بارشو بسته باشه. خودم یه دختر خوب برات جور میکنم. نوکرتم هستم نوید جان. فقط دور دختر منو خط بکش کن بذار بدم. ولش کن بذار بدم. فقط دور دختر منو خط. چرا باید بدبخت بشی واسه زندگی؟ فقط دور دخترش کن بذار بدم با یه دمکلوف. یه دقیقه چیزی نشونت بدم. یه دونه دستانداز رو با این نستدی. اینا خش برداره تو جوابگویی؟ ببخشید. نبی جان یه دقیقه بیا. این چیه؟ برجه. قیمتش چنده؟ من نمیدونم. میتونی یه واحدشو برای ستاره بخری؟ میتونی یه واحدشو اجاره کنی؟ چند سالته نوید جان؟ 26. کل این برج مال یه جوانی 23 ساله است. آقا شهرام این یعنی جوان موفق. من آوردی اینجا تأخیرم کنی؟ نه آوردم چشو چالتو وا کنی. تو چیت از این آقا شهرام کمتره؟ بگم دزدی یکم رابطه نشد دیگه. هر کی پولدار دزده، هر کی هم بدبختی بی فک و فامیل. من نمیدونم شاید باباش پول داشته، ارث رسیده بهش، بابای پول داده برج زده. اتفاقا باباش کارگره این آقا شهرام. تمام مبلاش از من خریده. جیک و پوکوشو میدونم. او از کجا آورده؟ به من و تو چه ربطی داره از کجا آورده؟ آخه ما چیکار به این کارا داریم؟ بذار من این دختر رو خوشبخت کنم نبید. تو رو خدا دستم به دامنت التماست میکنم ستاره رو به هم نریز. جوادی من به مادرش هم قول دادم زن نگیرم به این دختر بعد نگذره. از دهن خودم زدم قرون گذاشتم این دختر خوب گذاشتم بره تحصیلات بکنه برای خودش کسی بشه سری تو سرا دراره. آخه این دختر چی کم از بقیه داره؟ بعد بهش ثابت کنم میتونم. ولش کن. قبوله؟ یه مهلت بهم بدین. چند سال؟ تو من بگو حقوق چنده که من بهت بگم چند در میاری آخرش. خب بگو دیگه از چی میترسی؟ بابا تو با این حقوقا هیچ کاری نمیتونی بکنی، هیچ راهی نمیتونی. خودت میفهمی چی داری میگی؟ تو از همین الان تا 10 چه گویی باید میخوردم که نخوردم. سفر بری پول رو پول بذاری با این تورم نمیتونی یه دونه اتاقم تو میدون گمرک براش اجاره کنی. فقط یه ماه که بری با خونه و ماشین و ویلا برگردی یا که بری با خودت کنار بیای. تو اصلا بگو 2 ماه، بگو 2 سال. من که میدونم تاش همین آشا همین کاسه. یه ماه، فقط یه ماه. اگه نشد هر چی شما بگید. ببین یا گورتو گم میکنی یا من میدونم. تو دهنمو سرویس کنی. دهنتو ببند. تیکت میکنم. دهنتو ببند. حالا زر نزن. من عصبانی نیستم. پس قول مردونه بده. زن این دختر رو به هم نریز. باید چیکار کنم؟ با خودم کنار بیام و برگردم کردستان؟ یا برم همه چیزو صاف و پوسکنده به ستاره بگم؟ یا برم با باباش دعوا کنم؟ ولی من باید بهش ثابت کنم میتونم. هم به اون، هم ستاره، هم به خودم. ستاره حق منه. من همه زندگیم رفته ولی نمیذارم ستاره بره. ولی قبل از هر چیز باید برم حال این پسر شهرام بگیرم. این مرسی که تو این سن این همه مال و اموال به هم زده اصلا از کجا آورده؟ به من چه؟ ولی پرونده در جان خبرنگاران خود رو از هر اتهامی مبرا دونست. من در اون ایام به جهت دفاع از رساله دکترا اصلا مرخصی بودم و حضور نداشتم. جانم بفرمایید. با آقا شهرام کار دارم صاحب اینجا. همین الان سوار پرشش شد رفت ندیدینش؟ واقعا همه اینجا مال ایشونه؟ شما از اداره مالیات اومدین؟ نه من اومدم ببینم واحد برای فروش دارم. شما باید بریم واحد فروش نه پیش آقا شهرام. کیا هستن؟ معمولا بعد از اونا. ازدواج کردم؟ من دیوونه است. نه زن نداره. مرسی. حرف مفت اینا. باقری فوش داد منم زدمش دیگه. اصلا من زدمش، نباید پول منو بده.
حامد به والله من گیرم، پول ندارم، پولمو بگیر ازش. باش ببینم چی کار میکنه. جبران میکنم. خداحافظ. چرا اینجا نشستی؟ بابا این قاطی کرده من، انداخته از خونه بیرون. به من میگه تو خالی. من خالم؟ آروم. آخه قیافه من به خالتورا میخوره. تو تا حالا یه دونه آهنگ 6 و 8 من شنیدی؟ مگه خودش چه گوییه؟ فقط حرف میزنه نوید. فکر میکنه خودش فردی مرکوریه، من جواد یساری. من کار میکنم، من موزیک میسازم، اون وقت اون پوزشو میده. خسته شدم دیگه نوید. بابا من برای استیج پا شدم اومدم تهران. به خدا مجبورم برم سر عروسی بزنم. باش فعلا بریم من تو. نمیام تو. بیا تو آقا. بابا برم کارتون خوابی بهتره تا برم پیش. با اون چی کار داری؟ بیا تو اتاق من. نمیخوام، برو سازم وردار بیا، میخوام برم. وحید وحید چتونه باز ها؟ چی شده؟ رضا دست رفت. شبا میره تو عروسی خال میزنه. خب بزنه. رضای خودمون تو عروسی کنار خالش بسه وجه هنریش منم میخوام. میبینیم ما چقدر بدبختیم. خاک بر سر من که اگه وجه هنری من تویی. اصلا من نوازنده زنده هم دوست دارم میزنم، به تو چه؟ جلادم میگه من چی کارم، پادشاه میگه بزن میزنم. به بدبخت تو واسه خودت تعهد داری، رفتی خال زدی؟ من حداقل سر عروسی میزنم، تو چی؟ تو فقط با قهر کردن داری تمومش کن دیگه. رفتی خال زدی رضا. اگه تویی که تعیین میکنی هنر چی؟ ای بدبخت خال تو. من که میدونم از کجا داری میسوزی. لعنت به تو خال تو. چرا میخوای سر من در بیاری؟ خفه شو. خفه شو. الان دهن تو صاف میکنم. هادی بیا. تمومش کن، برو تو، ولش کن. چی بودی؟ وای چیکار میکنی؟ خود چیری؟ مکبوری نمیبینی داریم تخریب میکنی؟ 4 ماه دیگه قرارداد داریم، چی رو خراب میکنی؟ 4 ماه دیگه میایم بالا رو تخریب میکنی. همه بالا خراب میکنن تو از پایین؟ برو بچه موته، برو موتوی تو بکن تو رو چه کار مهندسی؟ اگه داری خراب کن تا بیام خرابت کنم. دارم خوبش هم دارم. این مردی وایسه تا بیام بالا نشون بدم. بچه موته. با کی بودی؟ تو چه معلومه کی بودی؟ تو کی هستی دیگه؟ با کی بودی؟ با کی داره این؟ با کی داره؟ اگه اصلا بزنم رضا کم نیار، کم نیار. آره بابا صرف زد. ببینم ات دیگه. چیزی نشده. چرا اینجوری بود؟ صحبت میکنی. خداحافظ. خداحافظ. آره ببینید شما یک ماه رو باید پرداخت بکنید. بعد 1 ماه رو که پرداخت کردی من بهت زنگ میزنم. حالا بهت زنگ میزنم. ببین قربونت برم، یوسف آباد گرونه، گیشا ارزون تره. اگه کیس دیگه هم بخوای مرزارون و ستارخان دارم که ارزون تره. بس دیگه دارش بخوای پول بدی. مثلا یه جای لوکس میخوای یا نه یه جایی که فقط تو زندگی کنی؟ یه جای جمع و جور میخوام، یه خوابه، فقط ترتمیز بشه. جمع و جور چه قیمتی؟ نمیدونم، من خیلی پول ندارم، ارزون باشه. جسارتاً مجردی یا متأهل؟ متأهل. واقعی دیگه؟ آره دیگه. آره دیگه، مگه ما فضولیم؟ نه فقط به خاطر این همسایه‌ها گفتم. یه اوکازیون نقدی خوب دارم. دلجو من گفتم یه جای ترتمیزی که اصلا نمیشه توش زندگی کرد. قربون تو برم، تو اگه از اول میگفتی چقدر پول داری من همینم نشونت نمیدادم. کرایه‌اش اینقدر قیمت خریدش چنده؟ 500 داری؟ نداری دیگه. داری 2 میلیون اجاره بدی 10 خونه واسط بیارم. 3 میلیون میتونی اجاره بدی. 500 یعنی 40 سال حقوق من پیش باقری. اگه پیشش میموندم و تازه اگه کل پول ماه به ماه در بس میریختم به حساب. این چه بابایی تو داری ستاره؟ اصلا شبیه نیست. قیافتون هم به هم نمیخوره، چه برسه افکارتون.
من چی باید بهت بگم الان؟ باید بهت بگم بابات گفت ولت کنم تا خوشبخت شی؟ اذیتت کرد؟ نه بابا. رابطه‌ای داری نه دوتایی قرار میذاریم حرف میزنیم. ولی همیشه میگه این نوید خیلی بچه خوبیه، خیلی حالشه. تعریف کن دیگه، چی شد؟ رفتی اونجا گفتی سلام، گفت سلام. خب دیگه نگران آینده‌مون، ما مشکل نداره. خب شد گفتی، فکر کردم نگران آینده‌مون نیست. خب نوید تمرکز کن یه دقیقه درست با جزئیات بگو چی گفت. راستشو بهت بگم؟ چی بگم بهت؟ اگه بگم دعوا میشه همه چی میریزی به هم. نمیتونم بگم. نمیگی نه؟ اصلا به من چه؟ من چی کارم ها؟ یه چیزی بین خودتون. بگی سریعتر زندگیتون سرسامون بدید. خوشی تو من؟ بی‌آبرویی میکنه. هر کی ندونه فکر میکنه موندم دستش. موندی رو دستش دیگه. خفه شو. من بچه شهرستان. ها گیرت آوردن ها، دارن منو بهت میندازن. دارن میندازن؟ انداختن چند ساله. بشین. این شهرام کیه؟ چی؟ شهرام که هم که برج داره. شهرام که برج داره کیه؟ گند زدن. هیچی همینجوری گفتم. تو همینجوری میگی شهرام که برج داره کیه؟ وحشی سنتی. ما چه خوشگل هستیم برو جدید دانشگاه. حالا هر کی تو فکر میکنه خودشو کشته اومده دانشگاه 50 تومانی که مخ منو بزنه. اون که گو خورده. نوید من انقدر که به نظر تو جذاب و تو دل برام، به نظر همه نیستم. خب تو جذاب ترین دختر جهانی. خب این غیر این نشنوه ما بخواد بیفته دنبال دنش سرویس میکنم قدم پشت خود دل به نشاط شدی یا خودت یه چیزی میگی بعد بهونه میکنی دعوا رو میندازی؟ تو فیسبوک هم چیزی دیدی؟ مثلا فیسبوک چک میکنم حرف میزنه. خوبه کیه پس؟ هیچی همینجوری گفتم. ستاره رو کفن کردی کی؟ میام همینجوری گفتم. ها همینجوری گفتی شهرام، فردا میگی بهرام یه سی انداختی ها. برج داره گفتی؟ آره. پول داره؟ آره. خوشتیپه؟ جون چه کیسیه؟ طول سگ. هرس بخور شهرام. ستاره خدایا من هیچی ازت نمیخوام، فقط ستاره رو میخوام. نه ماشین میخوام، نه ویلا میخوام، نه خونه، هیچی. من فقط حداقل یه زندگی میخوام که بتونم دست ستاره رو بگیرم. ببین کجاش عدالتته؟ یکی میشه مثل من بدبخت، یکی همیشه شهرام. حتما به ما هم یه چیزی دادی که ما خودمون نمیدونیم کجاست. دایکا مطمئنی؟ چه یعنی بوکو میشنن اسدا زمینی قباره چشتی هنه با فکر روش مبادایی دکرنی و میشنر مردم چه بکم جارویل مردم همه چشتیرم ما خودم درات هستی اشاره انا ارا گیرواکی کرتم دیرم وارد قصیه کم ارا گیرواکی نووان اصلا ارا گی خوردم ول جوز کده گی خوردم. بعد هر جور شده پول جور کنم. نمیخوام ستاره رو از دست بدم. مقصر خودتی. شده این قولی ما تو بندر. بهش میگن آقا بیا وسط برقص. نه زاین دختنشتن مینتا. ولی تا که میرن میپره وسط. یه رو میگذاری یارو وسط. دو رو میگذاری یارو وسط. 3 روز گذشته یارو یه تک نوار خالی داره میرده. بس کن دیگه نوید. تو یا یه کاری رو نمی کنی یا وقتی شروعش میکنی تمومش نمی کنی. بابا تموم شده رفته گذشته. ببین من شک دارم تو سالم باشی. تو یه بادی زاری چیزی اومده تو سرت. بعد برات هرمز پیش ماما صفیه و خالو عباس اونجا برات سفره پهن کنن مراسم بگیرن تا کاسه خون قلوب بری بالا زغال بندازی تو گلوت. اون وقت که آروم میگیری. میرم پیش حمید. ازش خوشم نمیاد ولی میتونه بهم کمک کنه. بالاخره هر چی باشه پسرمونه. دکتر حمید، دکتر دیروز دلال امروز. خیلی وقتی ندیدمش. تنها کسی از فامیل ما که گلیم خودش از آب کشیده بیرون. فرمودین وقت داشتین؟ نه. میتونم بپرسم در چه خصوصی کارشون دارین؟ بفرمایید. من پسراموش نویده.
ببخشین پسرموتون نوید اینجان. کلا با خانواده عموم هیچ ارتباطی نداریم. نمیدونم شاید منم کار درستی نکردم اومدم اینجا. اگه نیستم من برم. الان جلسه دارن. خب شما بدون وقت قبلی اومدین. آقا پس این هفته قرار استخر رو ردیف میکنم. خوبه. اون وام بلاعوض حل دیگه. مطمئنم. خب این مورد ایشون هم با من 3 تا دارم کار نکرده تمیز. حالا میریم اونجا میبینیم چه اتفاقی میفته. باشه. قربونش. خواهش میکنم. خدا نگهدار. سلام. بس چون یه باشین. باشین. جان جمعشو بهم بگو. آها گوشی نمیگم ریخته میشه وایستی. باشه. جمعشو بهم. الو. چقدر شد؟ بفرمایید. خیلی. خیلی باش. تو جلسه هستن. بله. خواهش میکنم. خدا نگهدار. این همین دکترای تحریم داره. البته به قول خودش. تحریم واسه هر کی بعد آورده واسه این اومد داشته. چه عجب. سر کله من دعای مهندس. مجبور شدم. Bu çektin. İvan yasatan sarıtan şiluka. سوشلوخی کن کاسه نمیشه جان بفرست برای ترخیص آره چقدر بفرست همین الان چکش صادر میکنم خب تو اونو حساب کن بعد به من زنگ بزن ببین این دستگاه لیزرها چی شد همین رفع کامل موهای زائد بدن آره این 3 تا واسه من بفرست 4 تاش کن 4 تا خدا بیزنس که به دست ماهی دخوامم چیکه زمینه هست در جنگل هم بهشون شریک کو کارو برکه بخوام ملیه اگر هی 50-50 ما هستم ولی خب عقبیشی پیل نیرم چند کس تنم کاری لعبه کنم ولی خب بیشی پیلر اشراکت نیرم نه با حاتم سریل هم همشون کار هم خوزمار ستاره کنیشک رفیقم هر یارو ستاره؟ آری هشتای تکیه؟ خوشم گرکا خسته نه اون لیه که او؟ نه وشو به کلاوچت نه انت سر روخه کتم لو لفت نده برو سر اصل مطلب پیل خوازم تنی وان بیت قرص چند کنم؟ نیازان زیواد دمیدیم کانادا است آخ من در آرگام خرجی وشتم نزمشتم من اهلا و سهلا سلام حاجی جون برنده جدید چی داری برامون آها خیلی داشت حمید کجاست؟ آقای دکتر که خیلی وقت رفتم؟ یه کار واجب پیش اومد رفتن بالاخره یک پیدا میشه که بهم کمک کنه فامیل بده غیر فامیل که با آدم اینجوری نیست مخلصی میساسن جون اوضاع خیلی خراب شده نوید این روزا همه یا کلاهداری هن یا کلاه برمیداری هن این یه سایز بزرگتره الان به هر کی میگی سلام میگه چقدر داری بده بیاد خیلی زشته ها بده اصلا همین فریدو یادته کدوم فرید فرید رستوران زده بود آقا دفتر تلفن گذاشته جلوش الو از همه نفر 1-2 تومن قرض کرده و دبودو که رفتی آخه احمق اینم شد کار چستوزیه اینا از همه بیشترم واسه ناصر گرون تموم شد از اینجا پا شد بلیت گرفت رفت دبی دنبالش پیداش کرد با مش گذاشت تو دهنش 2 تا دندونشو خورد 2 تومن ازش میخواست 10 تومن واسه دیگه دندون پیاده شد شاشید به هرچی رفاقته الو 3 ماه 18 تومن 6 ماه 30 تومن نه فیلتر شکن ما همه سایت ها رو باز میکنم آره دیگه به همون شماره کارت به کارت کنیم قربون شما خداحافظ نه جون خیلی چاکریم ما دلمون پیدرته مخلصی ما هم دلتنگ بودیم گفتیم بریم ببینیم خانم پسند شد ببخشید اگه میشه مدل دیگه ببرم ما موضوعمون همینه دیگه مدیریت خوندیم شدیم مدیر این مغازه اینم یه تن بزنید حالا خوبه باز مدیریت خوندم که بتونم اینجا رو مدیریت کنم الان دکتر مهندسا هم شدن دلال نون تو دلالیه نوید
بعدت نیاد تو هم باید دلال شی. یا باید دلال شی یا مثل این مسیح بچسبی به یکی از این آقازاده‌ها ولکن نباشی. چی میشد من میشدم دوماده یکی از این آقازاده‌ها؟ شانس نداریم دختری یکی از اینا بیاد از اینجا خرید کنه. 3 سوته مخو زدم. واردی که الو خانم، قطعه که قطعه. اگه قطعه به ما مربوط نمیشه، با سیستمه. کلا وی پی ان ها هم اینجورین. ساسانه خودش کلاهبرداره، پشت سر هم صفحه میذاره. 100 تومن رفت از اسقر گرفت، هنوز پس نده. اونم کی موقعی که 100 تومن 100 تومن بود، نه الان. چه رفتیشون؟ کی میومدم پیش تو؟ منو که داری اوضاعمو میبینی همونا کرتم، ولی کنسرت هم داره راه میفته. چه مجوز گرفتی یا سالن؟ من که انقدر چیپ نیستم که برم زیر پله بزنم، قربون شکلت برم. اگه میخواستم زیر پله بزنم که تا حالا 1000 بار زده بودم. بابا این شوس خفن کمتر از ویمبلی که کنسرت نمیره. سیرتو خورد کن. چرا نرفتی پیش محسن؟ کدوم محسن؟ محسن آنتن دیگه، یادت نیست؟ تای کلاس میشه، هممونم یه تک میفروخت با آقنازن. راست میگی، مثلا چرا خودم یادم نبود. کجاسی؟ خیلی وقت ندیدم. میگن خیلی ردیف و عمویی کاروبار رو. شماره‌اش داری؟ شماره‌شو نه. ولی آدرسشو دارم. ببین من خودم از سیستم شروع کردم. سیستم بستن به جون تو. بالاخره آدم باید از یه جایی شروع کنه دیگه. من که سرمایه چیزی نداشتم، تو که جیکوپو که منو میدونی، ولی همه جوره پایتم، خراب رفاقتم. اصلا بیا وایسا همینجا کار کن. ما چقدر خوبه واسه دم شما گرم. نه هستی؟ فقط اگه یه مقدار پول پیش بدی ممنون میشم. نوکرت هم داداش. دلار 800 تومن شده چند؟ 3800. کی برنده است؟ ببین تو اگه به حرف من گوش کنی سال دیگه همین موقع واسه خودت مستقلی. البته منو ول نمی‌کنی. متوجهی که؟ کارم چیه؟ چند قیمتش؟ خدا وکیلی درسته یکی سوار این ماشین بشه اون وقت تو این ماس فقط نگاه کنی؟ یعنی یه کاپوت، یه لاستیک از این ماشین حق تو نیست؟ چی بگم والا؟ آره دیگه. آفرین، منم همینو میگم. اندازه حقت بکن ازش. موسم اصلا متوجه منظورت نمیشه. واردات این ماشینا خیلی سخته. واردات لوازمش بدتر از خودشه. برای همین از داخل وارد میکنیم، از همین کوچه و خیابون، از روی همین ماشینا باید برداریم. ما قرارداد ماهیانه میبندیم، تو هم هر چیزی که نیاز داشتیم برای ما میاری. یعنی به دزدم؟ دستت درد نکنه، من کی همچین حرفی زدم؟ پس از کجا بیارم؟ دزدی نیست، این ماشینا همشون بیمه. صاحب ماشین هم از خودش 2 برابر پول از بیمه بگیره. بیمه پول میگیره واسه همین چیزا دیگه. پس دزدی نیست. متوجه؟ ببین من چون فاب قدیمیم هستی دارم یه همچین پیشنهادی بهت میدم. یه ذره هسته‌ای فکر کن، به روز باش. اون چرا راجع به من همچین فکری کرد؟ تقصیر خودم. اینا کار من نیست و برم سراغ کار خودم. من که گفتم بهت، میدونستم اینو میگه. چی میگه؟ عدم سوء پیشی نمیخواد، قانونه. خب باش حرف بزن، مگه من دزدی کردم؟ نوید قانونه، برای اینا فرقی نداره تو دزدی کردی، آدم کشی، آدم دانشگاه گرفتنت که پرونده داری، سوء پیشی نداری. اصلا تو چرا هی میگی اخراج شدم؟ تو که اخراج نشدی، فقط تعلیق شدی. جای دیگه نمیشناسی؟ تو هر جا بخوای درس بدی همینه. اگرم پولی بهت بدن کرایه رفت آمدت هم در نمیاد. نوید تو چرا نمیری از ایران؟ ستاره نمیدونی چقدر اوضاع من داغونه. چی کار باید بکنم؟ همه زندگیم دویدم، هنوز اول خطم. نمیخوام تو رو از دست بدم. همه زندگیمی کاش میتونستم همه حرفا رو بهت بزنم. من که غیر تو چیزی ندارم. افتادم تو منگنه.
نوید این شهرام کیه، از کجا آوردش؟ اصلا تو ورودی جدیدای دانشگاه همچین کسی نیست. جان سری رفتی آمارش در آوردی. آره پیگیرش شدن بهم حیفه. 100 بار بهت گفتم یه چیزی میره تو مخت بعدم بگو برات توضیح بدم حل شه. من چیزی گفتم رفتی دانشگاه آمارش در آوردی. کردی برای خودت کردی، چش باره نکن بر من. کیف میکنم دانشگاه نمیری، از همه جلوتری. استادم خوبه. نوید حاله یادته؟ کدوم حاله؟ حاله دافه هم کلاس من بود. اون میخواست با من دوست شور شوهر کرده. با شور قبلا شوهر نداشت که. حالا همین شوهرش رفت از این بانک خصوصی ها 200-300 تومن وام گرفتن، الان با همون دارن خونه میگیرن. چقدر؟ 200-300. کجا؟ نه این بانک ها. اما الان برم دم این بانک های خصوصی بگم چون به شوهر حالی 200-300 میلیون وام دادیم به من بدین. اونا میگن چش نمیدن که. شماره 134 به واژه هم 27% باز پرداخت؟ بله آقا، اگه غیر از این بود همه وام میگرفتن. 2 تا ضامنم باید داشته باشین، کارمند دولت با فیش حقوقی، سفته و سندم که دیگه. اگه سند داشتم که دیگه وام نمیگرفتم. راه دیگه نداره؟ آقا همین الانم یه آقای اومده بود می‌خواست وام بگیره برای خرید کلیه بچه‌ش. دست من نیستش که، سیستمه. کلیه؟ آره من 800 تا 820 فروششه دیگه. آره خواست بهم خبر بده. قربون تو برم. خداحافظ. من میتونم اینجا استخدام شم. تو دنبال خونه یا کار؟ جفتش. اینجا همه پورسانتی هن. حقوق ثابت هم ندارم. نه پسش بر بیاد. آره. جربوزه‌شو داری؟ آره. سلام. چی شده؟ کجا داری میری؟ حیوون وایسا. بعدم میاد تو خیابون جلوتر از من راه میری. 100 بار بهت گفتم وایسا ماشین بهت نزنه. وایسا. با تو هم 100 بار گفتم تو خیابون جلوتر از من راه نرو. خوشم نمیاد. مردم دارن نگاه میکنن. زشته. مگه من با تو نیستم؟ چرا اینجوری میکنی؟ دارم با حرف میزنم. چی شده؟ من نباید بدونم چی کار کردم؟ که نباید یه چیزایی بدونه منم. خب چی شده؟ کسی چیزی گفته؟ تو سر کار بودی نوید؟ آره. تو سر کار میری؟ آره. نوید تو الان سر کار بودی؟ جون تو آره. سر کار بود که حرف من حرف دارم. من باید نباید به من بگی سر کار نمیری. هر روز میای اینجا راست تو چشم من نگاه میکنی دروغ میگی. من چه دروغی؟ آدمی که یه دروغی میگه بابت یه چیز دیگه میتونه. من چه دروغی گفتم؟ با تو هم میگم من چه دروغی گفتم ها؟ من باقریو زدم. بخشی رو افتادی آدما رو کتک میزنی به منم نمیگی؟ اونو که بعد میزدم. خیلی خب برو به کتک کاری برس. رفتم سر کار جدید اصلا مهلت نمیدی آدم بهت بگه. بری رفتی ها. گو خوردم. گو خوردم دیگه. سموسه خوریم؟ سبزیجات؟ سمبوسه هندی؟ این دستامون بذاریم به سوز زبونمون. یعنی واقعا به مردم خونه نشون میدی؟ آره. خیلی بیشون. چرا؟ کلاسم زود تمام شد. این اسکولا پا شدن اومدم سر کارت میگن گرفتی یا رو زدی از کار بیرونت کردن. به منم هیچ نمیگی. من هر کی میشه از سیر تا پیاز تو دانشگاه اینجوری شد بابام اونجوری شد میگم برات تعریف میکنم. بعد همچین موضوع اتفاقی افتاده تو من نمیگی؟ واقعا من همچین چیزی به تو نمیگفتم چیکار میکردی؟ من لهت میگم تیکه تیکت میگم. بی خود کردی. بزن تو صورتت. آره.
هر کاری دوست داری بکن ولی دروغ نگو. چشم. چیزی هم پنهان نکن. چشم. اینجوری هم نگو. چشم. قرارداد آقای طالبی آماده است. چی؟ قرارداد آقای طالبی آماده است. خودش اومد بپزش؟ خودش. ببرشون تا قرارداد من بیارم. من با اجازه شما قرارداد رو بنویسم. بسم الله الرحمن الرحیم. حاج آقا طالبی از مالکین خوب این منطقه هستن. سرکار خانم سعادت هم از مشتری خیلی خوب، از همسایگان مطمئن. من خودم براشون چند تا تاله خونه پیدا کردم. فرمودی شوهرتون چه کارن؟ ایشون با برادرشون زندگی میکنن. بله. شوهرشون کجان؟ جدا شدیم. یعنی چی؟ متارکه کردیم. گفته بودم که به مجرد خونه نمیدم. تنها که نیستن، با برادرشون زندگی خانم شریفی سعادت. خانم سعادت از همسایگان و مشتری مورد اطمینان ما هستن. حاج آقا هر کی هستن برای خودتون هستن. جواب در همسایه رو چی بدیم؟ این چه طرز حرف زدن آقا؟ ببخشید خانم سعادت یه لحظه. حاج آقا شما اصلا برای چی قرار گذاشتین؟ هم وقت اینو گرفتین هم وقت منو. من قبلا بهتون گفته بودم. شما گفته بودی به مجرد خونه نمیدم. با برادری زندگی میکنن. اسمش شده برادر؟ چی؟ ببخشید یه لحظه آقای طالبی، این بنده خدا که راجع به قیمت حرفی نداره. ولی من درباره آبروم که حرف دارم. مکان که اجاره نمیدم، دارم خونه اجاره میدم. خیال میکنین همه مثل خواهر مادر شما که اینجوری باشون حرف میزنید؟ درست حرف بزنی برو بابا طالبان. آقای طالبی، این بنده خدا گفتم من میخوام با داداشم زندگی کنم، نگفته که میخوام با دوست اجتماعی از این چرت و پرتا. شاگردت نمیفهمه، تو که دیگه میفهمی. مالمه نمیدم. خب معلومه گاف تو دیگه. آقا جون یارو میگه با آدم مجرد خونه نمیدم، اصلا گیرم طرف حیوان، طرف آشغال، طرف زبون نفهم. به تو چه؟ صاحب خونه است، اختیارشو داره، نمیخواد بده. باید حواستو جمع بکنی، داری جلوش بلبل زبونی میکنی، کل کل میکنی باش. آقای مارکا سرمایه اینجا. من که نمیدونستم. آقا بپرونی کار ما تموم میشه. اینو بکن تو کلت. اینجا 120 تا دلال مشاور داره. یکیشون از همینجا خونه دار شده، یکیشون از واحد اجاره نتونسته بره واحد فروش. بیا همین دلجو 10 سال علاوه. ای میای میگی این کار ندارم، پول ندارم، بدبختم، بیچارم. اینم کار. اگه میتونی باش، اگه نمیتونی هری. آقا مرادی. آقا الو.
این مسخره بازیه چیه حامد؟ خب از اول میگفت من نمیتونم، من عرضه‌شو ندارم پولتو از باقری بگیرم. من الان اینجا من پیش احمدم، کجایی تو؟ پس واسه من کشوندی اینجا؟ زر نزن، خب زر نزن. مثلا حالا بچه‌ها رو مثلا کم کنیم چه شخص بدیم. خب بعد از جیب هر کدومون چقدر دزدی شده با این حساب 3000 میلیارد. ببین ما 60 بدون نفر 3000 میلیارد تومان به عبارتی از جیب هر کدوم از ما 50,000 تومان دولت شده. بیخیالشون. 50,000 تومان هر ایرانی تو این ماجرا باخته. تو نمیخوای یه کار واسه رفیقت کنی؟ نه مگه جونم سیر شده؟ چه تونه شما؟ کی این باقری گندش کردین؟ هرچی از هنوز در دست کفریه. اصلا خودت همون دور بر آفتابی نشو که بد جوری دنبالته. زاغسیاتو چوب میزنن. سراغ منم اومدن. این پولا برای اون پولیه؟ اگه میخواست بده که تا الان داده بود. اصلا تو میدونی موجودی حسابش چنده؟ یکی از بچه‌ها رفته بود بانک یواشکی دیده بود. خب از یه همچین آدمی باید ترسید دیگه. کافیه به یکی از اون رفیقاش بگه. دخلت اومده. نادرم دنبالت میگشت. نادر؟ نادر آدم باقریه؟ نه بابا، ولی نادر آدم جالبی نیست. خیلی مواظبش باش. اصلا به من چه؟ نه خوشم اومد. خوب زدین یارو باقریه رو نفله کردی. ارتی که نزول خورد فکر کردم مثلا کیه. ببین نوید، شنیدم زود از کوره در میری. خب ما دنبال یکی هستیم کر خودت زود از کوره در بری. اگه هستی با هم میتونیم کار کنیم. نیستم. واسه چی؟ ببین دعوا علکی چی؟ تو دعواشو را بنداز ما کیفشو بزنیم. وایسا دارم با حرف میزنم. فکر کنم من حالو پشندم نمیفهم نمیخوام کار. نه نیستم. واسه چی؟ ستاره من خیلی چیزا تو دلمه که نمیتونم بهت بگم. یعنی نمیدونم چه جوری بگم. زبونم بند میاد. کم میارم. خیلی بدبختم. قربونت برم من. اونجوری نگام نکن. نوید چته؟ چرا همش با خودت حرف میزنی؟ تو فکر کردی من نفهمم؟ من همه حرفاتو میشنوم. بریدم. کم آوردم. خیلی وقتی میخوام بهت بگم ولی نمیتونم. انقدر فکر جور کردن زندگی هم فکر خود زندگی نیستم. داری یادم میره عشق چیه. بابات میخواد من دزد باشم. من نمیتونم دزد باشم. من نه دزدم، نه خلافکارم، نه دلالم، نه زورگیرم، نه هستم، نه میتونم باشم. مثلا من نمیتونم. من آدم بی‌عرضه‌ایم. کی میتونه یه ماه خونه، ویلا، ماشین، هر کوفت زهر مار دیگه جور کنه که من بتونم؟ نمیتونم. پول ندارم یه کافی شاپ حساب کنم. من چطور میتونم یه زندگی رو اداره کنم؟ اصلا من نمیتونم. من آدم بی‌عرضه‌ایم. من هیچی نیستم. خسته شدم بابا. من دهنم سرویس شد. خسته شدم. بس دویدم. خسته شدم. 3 سال نتونستم از این به بعدم نمیتونم. خسته شدم. بس دویدم. من دارم بال میزنم. هیچ جور نمیشه ستاره. من دارم بال میزنم. نمیشه ستاره. هیچ جوری نمیشه. آره اصلا بابات راست میگی. ما به درد هم نمیخوریم. بهتره بری با همون شهرام جونت. من نمیتونم خوشبختت کنم. تو فکر من نمیدونم اصلا از کجا اومدم تو باباتو پر نکرده باشی. نوید چته؟ چرا با هم حرف نمیزنی؟
بیقرارم، گیجم، قرص از سرشون پریده، همش استرس دارم، یه دلشوره عجیب و غریب، انگار قراره یه اتفاقی بیفته ولی نمیفته، مثل زلزله. من منتظرم همه چیز بلرزه ولی نمیلرزه. قرار بود یه هفته بعد بیایی، چرا نیومدی؟ نشد، یعنی وقت نکردم. آقای دکتر من جدیدن یه چیزی تو خودم کشف کردم. من هر وقت میبینم 2 نفر میخندن شادن، من اصلا حالم بد میشه، اصلا پکر میشم، مدام کلافم، دست خودم نیست. یه کاری کنین آقای دکتر. شکسته عشقی خوردی؟ نه ولی احتمالا میخورم. آینده رو تصاویر ذهنی انسان میسازن. باید مثبت فکر کنی تا مثبت پیش بیاد. مدام خودت بگو خوشبختم. مهم اینه که تلقین کنی خوشبختی و خودت به این باور برسی اون وقته که احساس آرامش میکنی. صدامو چی کار کنم؟ صدای درونمو. من نمیتونم حرف دلمو به آدمو بذارم. من مدام دارم با خودم حرف میزنم، همش دنبال اینم که چی بگم، چی نگم، چی کار کنم، چه جوابی بدم بهتره. برات قرص قوی تر مینویسم ولی اینو فقط روزی یه دونه میخوری. ببخشید آقای دکتر شما درآمدتون خوبه؟ خدا رو شکر. احتیاج ندارین کسی پیشتون کار کنه؟ ما اینجا کلی نیرو تعدیل کردیم. ما یه سرایدار داریم خیلی دوست داریم پیش یعنی تو مطب کار کنیم. نوید پاشو، ستاره اومده. سلام. نوید بابام چی میگه؟ میگه به تو گفته جداشیم، تو گفتی باش. آره نازه اینجوری نمیتونم ساده. آره یعنی چی؟ بابام دروغ میگه یا تو دروغ میگی؟ ما حرف زدیم، من یه ما مهلت گرفتم ازش. مهلت گرفتی که چی؟ که خونه بخری؟ ماشین بخری؟ همه کاری که تو این 4 سال نتونستی بکنی یه ماه بکنی؟ این که نمیشه، پس یعنی جداشیم دیگه. من یه مهلت ما گرفتی که با هم باشیم بعد جداشیم. ها خیلی مرد که بابا چی؟ بابام چی نگه؟ حرف زدیم با هم، مثلا قرار نبوده این حرفایی که ما با هم میزنیم. 4 سال یه کلمه جدی با بابام حرف نزدی. 4 سال منو تو یه قدم جلو نرفتیم. نوید منو دوست داری، خیلی هم دوست داری، ولی چی کار کردی؟ 4 سال چی کار کردی؟ کاری نکن. دی وقتی تو بگی هیچ دیگه. بابام 5 شنبه مهمون دعوت کرده. گفته من حتما خونه بمون. میفهمی یعنی چی؟ کیه؟ یعنی چی کیه؟ خواستگارت کیه؟ الان مهمه که اون کیه؟ آره برام مهمه. اسمش چیه؟
نوید میفهمی چی داره میشه؟ میفهمی من چی دارم میگم؟ من چجوری پای تو وایستادم، تو چجوری پای من وایستادی؟ تو چجوری پای من وایستادی ها؟ پنجشنبه داره خواستگار وسط میاد، بابات گفته خونونم، گفتی چشم، منم این وسط. تکلیف چی این وسط؟ پای کی وایستادی، من یا بابات؟ چرا فکر میکنی همه دشمنتن؟ چرا فکر میکنی همه حق تو خوردن؟ چه حقی با کدوم حق؟ چرا انقدر طلبکاری؟ چه طلبی دارم من؟ فکر کردی فقط تو این مملکت ستاره دار شدی؟ ستاره تو زدی به سینت راه افتادی تو خیابون که چی؟ من پنجشنبه نمونم خونه با توی الاف را بیفتم تو خیابون که بشیم دو تا الاف نمونم تو الاف. آره راست میگی، من علافم، علاف تو، علاف بابای نامردت که من سر کار میذاره تا برات خواستگار بیاره. خودش چه گوهی بوده وقتی ما خواستیم با من تو بگیری که من الان نیستم؟ خودش چه گوهی بوده نیستم واسه من شرط میذاره. بی معرفت من چی کار کردم تو این 4 ساله؟ چی کار باید میکردم که نکردم؟ چی کار میتونستم بکنم که نکردم؟ من میخواستم اینجا باشم؟ کی الان طلب داره، من یا تو؟ پوزت بود، سرتو بالا میگرفتی تو دانشگاه با من راه بری. الان من اونور خیابون وای میستم تا تو از دانشگاه بیای بیرون. من موندم تهران واسه کی؟ ها؟ واسه کی؟ بی معرفت تو هنوز داری تو همون دانشگاهی که من رو انداختم بیرون درس می‌خونی. سیداری رچه اورجینال کار ترکه، فوم داخلی سرد کار شده، 5 سالم ضمانت داره. بله شما این کالیته رنگی رو مطالعه بفرمایید، رنگای انتخاب با شماست. دم شما گرم، دست شما در نکنه. سلام نوید جان، این کالیته رو ببینید، من در خدمتتونم. جنستون آماده است، بفرمایید، من در خدمتتون. حرف زدیم با هم. بفرمایید. یه ماه به من مهلت دادی. بفرمایید. رسمیش آروم باش. چی شده؟ پنجشنبه خواستگار دعوت کردی بیاد، بگی چی شده؟ آروم بگی. ستاره رو داری ازم میگیری، نابودم کردی، میگی آروم بگیر. خیلی خوب، صداتو بیار پایین. اینقدر من آدم کم اعتباریم، تو 1 ماه مرد حسابی 1 ماه نتونستی صبر کنی؟ اینو بکن تو اون مخت، از رو گور من رد شی، ستاره رو ازم بگیری، فهمیدی یا نه؟ نوید جان تو الان میدونی با کی داری اینطور حرف میزنی؟ من جوادی ام، بابای همون ستاره. بکن تو مخت از رو گور من رد شی، ستاره رو ازم بگیری، فهمیدی یا نه؟ تو الان عصبانی؟ من عصبانی نیستم. چرا خب عصبانی من عصبانی نیستم، دهنتو سرویس میکنم، تیکت میکنم، اینجا رو آتیش میذارم، بی حیثیتت میکنم. آروم باش. خیلی خوب، ستاره مال تو، من حرفی ندارم که. ولی هنوزم میگم تو چه زندگی داری میبری؟ تو الان داغی، حالیت نیست. اینه عشق چیه بابا؟ 2 تا 4 تا. این آینده ستاره؟ آره، اگه آینده ستاره رو این میبینی من دیگه حرفی ندارم. بشین کلاتو قاضی کن، تصمیمتو بگیر.
آقا شهرام بفرمایید. به قیافت نمیاد چی؟ آقا نبی تو نمیخوای پول منو بدی؟ تا الان کجا بودی؟ بشین بگم برات بیارم. خیلی خری خیلی خری خر دبش. قد کردم دستتو گرفتم. خواستم لهت کنم برام کاری داشت ها؟ پولت حالا حساب بی حساب. نمیخوام به توی علف بچه مدیون باشم. ستاره جونم. بی خیال همه چیز چیم بریم؟ کجا بریم؟ خونه‌مونه، مملکتمونه. بابات راست میگه. درست میشه. چی درست میشه؟ نمیگیم درست میشه، درست میشه، درست میشه. هر روز داره بدتر میشه. اون چیه؟ قرص دکتر داده بخورم آروم بگیرم، دیگه اثر نداره. یکم بده به من.
با هم بخوریم دیگه. خداحافظ. ستاره جانم. میخوام با بابا حرف بزنم. همه الان. خدای من چی کار باید بکنم؟ da 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 da